در پی بازداشت تعداد زیادی از بازیگران مطرح کشور در یک پارتی شبانه، رئیس و نایب رئیس انجمن بازیگران کشور استعفا دادند. بله، مدیون فکر کنم اگه استعفا به خاطر این بوده که زیر مجموعه اینا و بین همکاراش همچین کار کثیف خلاف شرع و عرف جامعه انجام شده، اینا از خجالت استعفا کردن. نه خدا شاهده، اینا طلبکارانه برای فشار استعفا کردن که آقا اصلا شما چه حقی داشتین که همکارا ما رو دستگیر کنید؟ مگه بازیگر مردم عادیه که شما قانونا با اونا رفتن کنید؟ بازیگر باید مسئولیت داشته باشه. حالا نه تنها اینها پشیمان نیستن، بلکه خودشون و همکارانشون طلبکارم هستن. ببین چیز خوبشه، ببین چی میگه. یه تعدادی از همکاران ما دستگیر کردن. قانونیه، شرعیه، مثلا مفتیه. شما به چه اجازه به خودتون اجازه میدید همچین غلطی بکنید؟ از کی خط میگیرید؟ بله آسد جواد راست میگه دیگه. ما بیخود کردیم رفتیم به سمت اینا. بازیگر که چیزی نبوده، حالا 40 لیتر فقط مشروبات از اینا مصادره رفته. حالا اینکه قبلش چقدر خوردن چند لیتر بوده خدا میدونه. ما نمیدونیم 40 لیتر اینا مگه دوش میگرفتن با این مشروبات الکلی. بازیگر که نمیاد بگیرن، باید هر کار دلش میخواد بکنه. بله. همیشه همه چی در اختیار اونها باشه. بله، بازیگر بودجه خوب در اختیارشه، امکانات خوب در اختیارشه، تریبون خوب در اختیارشه، تازه مالیات هم نمیده. آقای سید جواد هاشمی، همین رفقات که داری سنگشون رو به سینه میزنید، تو این جنگ 12 روزه کجای کار بودن؟ راست میگه خدا وکیلی. عوضی که بیان دل مردم رو گرم کنن کنار هم دیگه بشن، اکثرا یا سکوت کردن یا مثل فرخ نژاد اینا که رفته بودن اونور مستقیما تو تیم اسرائیل بودن. بله، هی میگفتم بزن که خوب میزنی. بازیگر باید اینجوری باشه. بله دیگه. آقای قوه قضاییه و آقای پلیس، خدا وکیلی ما ازتان مطالبه داریم که با اینا دقیقاً مثل مردم عادی رفتار کنید. غیری بشه مدیون خون شهداست. تمام.